مصداق مغضوب عليهم يهود ومصداق ضالين نصارى. بیان فرق ثلاثه به طور تفصیل در سوره بقره آمد. سوره بقره خلاصه بقره اینه. این سوره دو حصه دارد. حصه اول از ابتدای سوره تا اولئک هم المتقون. در این حصه رکوع 22 در این حصه دو مضمون بیان می شود. یک بیان توحید که تمام انبیا برای توحید بیان توحید و دو بیان رسالت. یعنی خلاصه در حصه اول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله بیان توحید تا آیه و ابراهیم ربه بکلمات فاتمهم. در این حصه بیان لا اله الا الله ہے و ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمهم الى آخره بیان محمد رسول اللہ ہے. و در حصه دوم بیان امور انتظامیه، یعنی اینکه این گفته می شود که برای پیشبرد لا اله الا الله محمد رسول الله مال خرج کنید و جان بدهید، جان فی سبیل الله و انفاق فی سبیل الله، برای این که این کلمه را به جلو ببرید و به مقصد برسید. زمین را تسخیر کنید، اهل زمین همه به همه از لا اله الا الله محمد رسول الله پیروی و اتباع کنند و پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله در تمام کره خاکی به اهتزاز در بیاد و غالب بشود، جان بدهید و مال بدهید. آماده برای انشالله ماشاءالله انشاءالله کسانی که این صفات را در خود پیدا بکنند با صحابه محمد رسول الله حاشا با اصحاب رسول الله همراه میشوند در جنت و مصداق من الذین انعم الله علیهم میشوند. این سوره بزرگ، این سوره که فستاق القرآن خیمه قرآن هست، با این دو مضمون تمام میشود.